درود درود و درود. امروزم در اقیانوس اطلس هستیم، کنار اقیانوس اطلس. اقیانوس اطلس 60 برابر کل مساحت ایرانه، یعنی 60 تا ایران بذاری میشه اقیانوس اطلس. 60 تا یک کشور ایران به مساحت ایران. جاتون خیلی خالیه، واقعا جای خوبیه. حالا از دوربین جلو نگاه میکنیم ببینیم کجا هستیم. جزایر قناری، شهر لاس پالماس، اقیانوس اطلس. به 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 به، نگاه موج رو ببینید. این موج چطوری میاد. همش آبه، همش آبه، آب 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 آب. غیر از آب شما چیزی نمیبینید. به 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 به. جای عزیزان بسیار خالیه. امیدوارم یک روزم نصیب شما بشه کنار سوار اقیانوس اطلس باشید. به 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 به.